در 3 روز هفته روان پایتخت قرقیزستان 3 شهردار را عوض کرد. بالباک تولابویف در این وظیفه چند ماه کار کرده با سبب وضع سلامتیش از کار رفت. ارمیک نورغازیف که او را عوض کرد در کرسی شهرداری کمتر از 1 روز نشست. تصمیم برکناری نورغازیف به طور فوری و در پس منظر ناراضگی ساکنان گرفته شد. 1 سال قبل وقتی نورغازیف صاحب کار بود، یک زن حامله‌دار را میزند و او طفلی در بطن داشتهش را از دست میدهد. نواری لطوکوبی زن و واکنش های در شبکه‌های اجتماعی پهن گشت و شهردار مجبور شد که با کرسیش وداع کند. صبح دیروز معلوم شد که مقامدار جنجال برانگیز را در وظیفه شهرداری سابق رئیس ولایت چوی عوض کرد. بختی بیگ خدای برگانوف به فرق از همتای قبلیش به این مقام بدون یگان سر و صدای علاوگی آمد. یگانه کاری که شهرداری تازه تعیین انجام داد در شبکه‌های اجتماعی به ساکنان مراجعت نمود. او وعده داد که به مقابل کرونا ویروس در پایتخت مبارزه میبرد، تکنولوژی‌های نو را جاری میکند و نقلات جمعیتی را با سوزشواری از جهت اکولوژی بی‌ضرر تأمین مینماید. در عین زمان جهش کادری در شهرداری بیشکک حتی پارلمان جمهوری را به خشم آورد. یکی از وکیلان تعیینات اخیر به کرسی شهردار غیر قانونی دانست. طبق قانون بعد از استعفای شهردار اجرای وظیفه‌های او به دوش معاون اولش واگذار می شود. اگر جانشین اول نباشد پس معاون شهرداری بعدی به طور موقت این وظیفه را انجام می دهد. به نخست وزیر لازم نیست که هر روز کسی را تعیین کند. در همین حال میر نو شهر را مخالفانش در نزد بینای شهرداری با اعتراض پیشواز گرفتند. باید یک شهرداری ارزنده را انتخاب کرد، نه این مسخره بازها را که امروز هستند و فردا نه. شهردار 58 سال است، من باشم 63 سال دارم و میفهمم که در این سن و سال شخص باید به نفقه برود. باید جوانان کار کنند. همزمان اعتراضگران درباره جنجال کهنه با اشتراک میرینو یادآور شدند. خانواده رئیس شهر یک قسم زمین کسی دیگر را غصب کرده خانه ساخته است. تمام این مدت در بحث با خدای برگانم شهرداری نیز شرکت داشته است. حالا برمیاد که شهرداری رهبری خود را به دادگاه میکشد.